بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ توانا. انشالله که خوب و صحتمند باشین. چطور هستین؟ بخیر آمدین؟ بله. خوب است؟ خودتانم خوب هستین؟ بله. خواب کافی دارین؟ مطالعه میکنین؟ ورزش چی؟ غذای سالم هم میخورین؟ آفرین. وظیفه هر متعلم است که در وقت درس خواندن، مخصوصا در 12 سال مکتب، بعد از او از یادتون نیست که باز مکتب خلاص چیزا را اعلام بدین. خب غذای سالم بخورین، ورزش کنین، نماز و عبادتتان فراموشتان نشه، غذای سالم بخورین، مطالعه زیاد کنین و احترام پدر و مادرتان هم به جای بیارین که خداوند اجرش حتما بده. پس ببین که درس خدا بخیر شروع کنیم. قسمتی که در درس گذشته بود براتون گفته بودم که درس ما 2 قسمت داره. پس ببین که قسمت دوم درس خدا بخوانیم. درس ما قسمت دوم درس 13 کتاب دری صنف 8 ما شماست که بخش دوم درس باز هم بین صفحات 73 الی 80 هر دو بخش اومده که شامل ای صفحات میشه. پیش از اینکه در مورد درس امروز بگوییم، ببین که یک مرور کوتاه از درس گذشته خود هم داشته باشیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. در درس گذشته در قسمت اول ما شما از علامه محمد اقبال لاهوری گفتیم، در مورد زندگیشان صحبت کردیم و در کل یادمش شناختیم. گفتیم که محمد اقبال لاهوری سخنران بزرگ، شاعر توانا و سیاستمدار آزادی طلب بودند. در پلوی ای که درد اجتماعی خود درک کرده بودند، حس کرده بودند، درد اجتماعهای انسانی و مخصوصا اسلامی دیگر هم به خوبی درک کرده بودند، حس کرده بودند، به خاطر که اجتماعات در او زمان تحت استعمار بود. اقبال لاهوری از ناوسامانی های مسلمان ها درد بسیار زیاد بزرگ دل داشت و اشعارش مملو از اندیش های اسلامی و مبانی اخلاقی و فلسفی است که مسلمان ها را از قید غیر باز می دارم. اگه هیچ وقت تسلیم دشمن نشین، هیچ وقت تسلیم استعمار نشوین. و عمق اندیشه و قدرت بیانش در شعرش هم اوج بسیار زیاد خوب بخشیده که ما شما یک نمونه کلامشون هم خوانده بودیم. اقبال سخنور بزرگ بودن و وطن افغان ها و مردم افغانستان هم دوست داشتن و با این مردم، با این سرزمین عشق می‌ورزیدن، محبت داشتن. قسمی که یک نمونه کلامشان هم بود: آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. قلب آسیاست، از گشاد او گشاد آسیا، این از فراخیش، از بزرگیش، از مرتبه ای سرزمین و این ملت، تمام آسیا هم به یک جایگاه میرسه، بزرگ میشه، وسعت پیدا میکنه. اما برعکس از فساد او فساد آسیا چقدر خوب سنجیده بودن. اگر در این ملک فساد باشه، بدبختی باشه، جنگ باشه، بیچارگی باشه، تمام آسیا به این فلاکت و بدبختی و جنگ میگن که درگیر میشه و دقیقاً چقدر خوبم سنجیده بودن. زبان مادری اقبال لاهوری به گفته خودشان هندی بود، اما علاقه خاصی که به زبان دری داشتن، چند مجموعه شیرینشان هم به زبان دری سروده شده. قسمی که خودشان میگه گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. توصیف میکنه دری را نسبت به هندی. اقبال لاهوری با الهینامه های شبانه خواجه عبدالله انصاری هم آشنا بوده و به کابل هم سفر کرده و به قندهار هم رفتن که گفتیم برای خرقه مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سر تعظیم فرود آورده بودن و با زادگاه مولانا جلال الدین بلخی هم پیوند دل و جان داشتن و در افکار خود تحت تاثیر افکار مولانا هم بوده. لاهوری زبان دری را در شمال غرب هند سابق پاکستان امروزی میشه میآموزه، اما به دلیل داشتن یک استعداد قوی و نبوغ سرشار میتونه که در زبان دری تا حد سرودن اشعار ناب مرتبه مهم هم به دست بیاره. اقبال لاهوری نه تنها مرد تحقیق و نوشته بود، بلکه یک انسان مبارز هم بود و کوشش میکرد که هند که در او زمان مستعمره 100 ساله انگلیس بود استقلال خود از بریتانیا بگیره و دیگر ملل، مخصوصا ملل مسلمان هم به استقلال و آزادی برسند.
و از مهمترین وقایع زندگیشون براتون گفته بودم که لاهوری در 20 سالگی به درجه ممتاز از فاکولته زبانهای انگلیسی و عربی فارغ میشه و لیسانس میگیره و 2 سال بعدم در پوهنتون لاهور به درس دادن میپردازه و در 30 سالگی از پوهنتون مانشن آلمان در رشته فلسفه دکترا میگیره و 1 سال بعد هم در پوهنتون لندن استاد میشن و در سال 1933 به دعوت پادشاه افغانستان به افغانستان میه که مهمترین آثارشان تاریخ هند، اسرار خودی، پیام شرق، بانگ درع، زبور عجم، جاویدنامه، مثنوی مسافر، ضرب کلیم و یکی از کتاب‌هایی که براتان توصیه کردم بخوانیم گفته بودن که پس چی باید کرد؟ عنوان کتابشون است. ما مسلمان باید بفهمیم که چی کنیم و جواب سوالا گفتیم که در کتاب هم دادن. تمام گپایی بود که در درس گذشته گفتیم، اما به این که اهداف درس جدید خود مرور کنیم که چی است. پس بخش دوم درس ما شما پسوندها و انواع پسوند است که به این ببینیم پسوند چی هست. ما شما در قسمت اول درس در مورد علامه اقبال لاهوری صاحب گفته بودیم، بخش قواعد دستوری مربوط به بخش دوم شده بود. به این ببینیم که پسوندها چیست و پسوند چند نوع داره. اهداف درس ما شما آشنایی با پسوند هاست و باید در مورد انواع پسوند ها هم معلومات کسب کنیم که پسوند در زبان دری ما شما به چند نوع هست، چی کار میکنه اصلا، پسوند چی به درد میخوره. کوشش کنین که نکات مهم درس حتما یادداشت بگیرین و قواعد دستوری بسیار زیاد مهم است. ما شما میفهمیم قواعد دستوری را که میخوانیم تنها در نوشته نیست، در گفتارم باید رعایت شود. از کوچکترین واحد کلام که واج یا مخارج حرف هاست باید بفهمیم تا سطح عالی زبانی که تکلم میکنیم باید باش بلد باشیم. چی دری باشه، چی پشتو، چی اردو، چی عربی، چی انگلیسی، چی ترکی، هر زبانی که باشه باید مطابق دستور او زبان صحبت کنیم. قواعد گرامریشه حتما باید رعایت کنیم که در زبان دری یکی از این قواعد میشه پسوندها. پس به این که بگیم پسوند چی هست، چند نوع هست، چی به درد میخوره، مثالایشون براتون خواهد گفتم. پسوندها در زبان دری 2 قسم است. یک پسوندهای صرفی، دوم پسوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز. اول به این که پسوندهای صرفی رو بگیم که چی هست. این پسوندها در آخر فعل، صفت یا اسم میایه و گردانهای مستقل را به وجود میارن. تعداد پسوندهای صرفی هم 8 است، اما در درس ما شما فقط 4 تاشو میخوانیم. 4 متبقیش در درس‌های آینده در بخش قواعد دستوری میایه. اولینش پسوندهای فاعلی با ریشه حال است. مثلا الف و میم، الف یا میم، یا و دال، دال و الف نون دال اند. مثلا می نویسم، نه می نویسم، می نویسیم، می نویسی. با مخاطب نفر دوم میگم می نویسید، باز مخاطب دوم افراد زیاد می نویسد، کسی دیگر میگه نوشته میکنه و می نویسند میشه جمع. پس این میشه پسوندهای فاعلی، تمامش میشه فاعلی. نوع دوم پسوندهای صرفی میشه پسوندهای فاعلی با ریشه صیغه گذشته یا ماضی مطلق، مثل الف و میم، الف یا میم، یا و دال، الف نون دال. مثلا می نوشتم، درست است، گذشته است، ماضی مطلق است. نوشتیم، نوشتید، نوشتند. یا تمام از یا میشه پسوندهای فاعلی با ریشه صیغه گذشته یا ماضی مطلق. نوع سومش میشه پسوندهای فاعلی با صفت، مثل الف و میم، یا و میم، یا و دال. مثلا آگاهم، آگاهی، آگاهید، آگاه است، آگاهند. این تمام از جمعش پسوندهای فاعلی با صفت. نوع چهارمش پسوندهای مفعولی که با فعلهای متعدی میاین و با مفعولشان گفته میشن. مثلا الف و میم، الف میم الف نون، امان که میگیم. الف ت، اینجا امان نیست که کاکا امان میگیم، درست. این پسوندهای مفعولی است که با فعلهای متعدی میاین، منظورم است.
الف میم الف نون امان. الف ت الف نون، الف شین الف شین الف نون. مثلا خواستم مرا خواست، نه گفتیم الف و میم، خواستم مرا خواست. خواستمان یعنی ما را خواستند، صدا کردن و خواستن. خواستت، مثلا من هارون جان میگم هارون جان خواستید، نه اصلا اون خواستت است، درست؟ کسی خواستیش. خواستتتان، درست؟ خواستیتانه میگیم، اما لفظ هم خواستیتانه. کی خواسته؟ کسی دیگه اینا رو خواسته. خواستش میگیم فلان کس خواست. صحیح؟ خواستتشان یعنی اونا را خواستن. این نوع اول پسوند است که گفتیم. اما انواع پسوندهای دیگه هم که بود، میشه پسوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز که حدود 11 نوع است که دیده است. بازم ما شما 5 نوعش میخونیم و با 5 نوعش آشنا میشیم. پس ببینیم که 5 نوع پسوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز بشناسیم که کدام هستند. اولین نوعش پسوندهای اسم ساز است که اسم فعل میسازن، مثل الف و نون، الف و شین، میم الف نون، یا یاته هگردک و الف مدر آر، درست؟ مثلا نوشتن، دیدن، دانش، درست؟ دانش الف نون که گفتیم، دانش، بینش، سرخی، خوبی، انسانیت، گفتیم یت، انسان، انسانیت، چون پسوندهای اسم ساز است که اسم فعل می سازن. انسان، انسانیت میشه اسم فعل. بشر، بشریت یاده. خنده، او هی که گفتیم نه، خند، خنده. گریه، گفتار، الف مد ر، نه گفتار، گفتار. کردار و سازمان، مثل مان، پیشتر گفتیم کاک امان، او دیگه چیز بود، نه کاک امان هم نیست، امان چیز دیگه بود که شامل پسوندهای فاعلی با صفت میشه. در اینجا سازمان. نوع دیگه‌اش پسوندهای مکان هستن، مثل ستان، کده، سار، درست؟ سینیاری که میشه سیر، 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 نه؟ راز باز اینجا میگیم که مثلا چی؟ گرم سیر، در اینجا سیر است دیگه. راز، لاخ، بار، نا، دان. مثلا کودکستان، کودک میشه کودکستان، سین الف نون ستان، کودکستان. میکده، کده که گفتیم میکده. بوستان، بوستان، تی الف نون تان، بوستان. کهسار، کهسار. گرمسیر، گلزار. سنگلاخ، رودبار، جویبار. خاکنا، آبنا، آبنای جبل الطارق که میگیم در جغرافی، حتما شما خواندین. گلدان. این پسوندهای مکان هستند. پسوند دیگه که از پسوندهای زمان هستند، مثل گاه، دم و آن. مثلا سحرگاه، این صبح دم. شامگاه یعنی شام، موقع شام، صبح دم. سپیده دم، بامدادان و بهاران. نوع چهارمش پسوندهای توصیفی هستند، مثل تر، ترین، ام، مین، ین، ینه، انه، ناک، گین، هی و آک، الف مد کاف آک. مثلا خوبتر، کوتاهترین، بیستم، چهارمین، اما ین که گفتیم نه، ترین، مین، ین، چهارمین، نخستین، سیمین، زرین، زرینه، چون خود هی هم زرین، زرینه. بلخی، طلایی، خانگی، زنانه، طفلانه، تابناک، غمناک، غمگین، گین که گفتیم غمگین. زهراگین، دروزه، سبزه، سرخه، خوراک و پوشاک. و نوع پنجمش هم میشه پسوندهای تشبیهی، مثل گون، گونه، فام، وش، ووشین، آسا، سان و وار. مثلا گلگون، گلگونه، پریوش، آینه فام، گلفام، برقاسا، مثل برق واری میگی بچه، تیز است میدوه. زره، زرهشان، شیشسان، بندوار و برادروار. انشاءالله فهمیدین؟ بسیار خوب. تمام درس بود که به این کوتاه بگیم در مورد پسوندها، از جمله
پسوندهای صرفی و پسوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز گفتیم که ما 5 نوش گفتیم. 4 نوع دیگه‌اش میمونه بر درس آینده که انشالله در موردش صحبت خواهد کردیم. اما نوشته کنین که کار خانگی. براتون 2 سوال میگم و تمام. سوال اول، پسوندها به چند نوع است بیان کنید. میگین پسوند به چند نوع است. سوال دوم، پسوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز چند نوع اند؟ 2 نوع آن را با مثال بیان کنید. زیاد بود، ما 2 3 4 5 نوعش گفتیم. شما 2 نوعش میگین اینی و یم مثالش. این از 2 سوال کار خانگی دارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.